به 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 امشب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. و سلام به همه شما مردم عزیز و نازنین و مهربان، هم نفسای یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، شب شما به خیر و نیکی باشه. خیلی خیلی خوش آمدین به این نوبت از یاد خدا که هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد دردانه خدا، یکی دونه خدا، امام حسین جان علیه السلام. اجازه بدید با همه وجودم امشب رو که روشن‌تر از 1000 روزه، شبی بسیار بسیار پر خیر و پر نور و پر رحمت و پر برکت رو به همه شما، اول به محضر امام زمانمون و بعد به محضر رهبر عزیزم و بعد به همه شما تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنم. شب ولادت دومین فرزند علی و زهرا سلام الله علیهما، خامس آل عبا، حضرت سارالله، حضرت سید الشهدا، حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه رو. و امیدوارم که از برکات امشب و فردا و این شبها و روزهای قشنگ فقط فرشته های خدا مثل فطرس بهره مند نشن، بلکه من و شما هم بهره های فراوان ببریم و برکات این شبها و روزهای قشنگ و نورانی شامل حال من و شما هم بشه. گفت هر کس به ره حسین بشتافته است، آقایی عالمین را یافته است. قدر خودتون رو بدونید. هر کس به ره حسین بشتافته است، آقایی عالمین را یافته است. در خلق حسین ابن علی بی همتاست، این تافته را خدا جدا بافته است. به این دلیل عرض کردم یکی دونه عالم، این آقای خاص عالم، همه چیش ناب و ویژه و همچین استثنایی و خاص، زیارتش، نمیدونم تربتش، اربعینش، اشک بر مصائبش و همه چیش خاص و ناب و استثنایی هست. امیدوارم که برکات این شب و روز قشنگ بیش از پیش شامل همه مردم دنیا، مخصوصا عاشقان ابا عبدالله سلام الله علیه بشه در هر جای دنیا که هستن. خیلی پرحرفی نکنم، استاد عزیزی هستن اینجا که ما شایسته است از زبان ایشان درباره امام حسین بشنویم و استفاده بکنیم. استاد محمدی شاردی عزیز سلام، خیر مقدم، عید شما خیلی خیلی مبارک باشه. خیلی خوشحالیم شما رو امشب زیارت میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بنده خوشحالم که خدمت شما و دوستان عزیز بیننده هستم و خدمت شما و همه عزیزان بیننده عرض تبریک و تهنیت دارم. این مولود مسعود و پربرکت رو انشالله که در دنیا زیارتشون با معرفت و در آخرت هم شفاعتشون نصیب آل همه دوستان ما باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون انشاءالله خداوند قبول کنه. همین برنامه‌ای که دارن میبینن، تعلیم و تعلم عبادت است. آقا امیرالمومنین فرمودن که افضل العباده الفقه، برترین عبادت ها علم و آگاهی و چیز یاد گرفتن، بهترین عبادت هاست. انشاءالله خداوند قبول کنه. انشاءالله. بنده هم تبریک عرض میکنم میلاد امام حسین علیه السلام رو. هم توش ما فرمودید امام حسین علیه السلام بی‌نظیره. وقتی که امام حسین متولد شد، جبرئیل خداوند مأمور کرد بیاد خدمت پیامبر و تبریک بگه و برای نامگذاری آقا سید شهدا که هم اسمشون آسمانی است، هم لقبشون آسمانی است، هم کنیه‌شون آسمانی است، اومد و گفت که خداوند می‌فرماید که مقام و منزلت شما امیرالمومنین نسبت به پیامبر مقام و منزلت عرض کنم که هارون نسبت به موسی است. بنابراین شما اسم این فرزند و اسم فرزند کوچک هارون بذار که شبیر بود. پیامبر فرمود که خب شبیر کلمه عبری است و زبان من عربی است. جبرئیل گفت که اسمش حسین بذار و حسین به عربی میشه همون شبیر به عبری. به این ترتیب اسم از آسمان اومد و خود پیامبر متولی تغذیه امام حسین علیه السلام بود و سراسر این
کودک و حالا کودک و نوجوانی و جوانی و تا آخرش هم حماسه آفرید که نظیر نداره. همه اینها باعث شد که امام حسین علیه السلام برجسته بشه. همه امامان سفینه النجات هستند. پیامبر فرمودند که مثل اهل بیتی که مثل سفینه النجاه، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من مثل سفینه نوح هست. هر کس سوار اون سفینه شد نجات پیدا کرد، هر کس هم تخلف کرد و فرزند خود حضرت نوح غرق شد. همه امامان و کل اهل بیت سفینه هستند و سفینه نجات. ولی این سفینه این سفینه هم اسرع است هم اوسع است. اون سفینه ها خب فیلترهایی هست که بعضیا نمیتونن از اون فیلتر عبور کنن. اینجا فیلتری نیست. کسانی اینجا میتونن از این طریق به مقصد برسن که از اون راه ها نمیتونن. به هر حال این مناسبت بزرگی است و چه زیبا هم روز میلاد امام حسین به روز پاسدار که پیامبر فرمودن حسین منی و انا من حسین. حسین از من است، منم از حسینم. حسین از من است و معلومه امام حسین فرزند پیغمبر است. شاید وجهش این باشه که اگر امام حسین نبود و این وجه بسیار قوی است، اسمی از پیامبر نمونده بود، نامی از پیامبر نمونده بود، دین پیامبر محو شده بود، چیزی باقی نمونده بود. او احیاگر سنت نبوی و دین پیامبر بود. شهادت امام حسین و حرکت امام حسین، قیام امام حسین علیه السلام اسلام رو بیمه کرد و تا همین امروز که چه آثار و برکاتی که این قیام داشته. پس دین پیامبر از برکت خون امام حسین علیه السلام و از برکت حرکت امام حسین علیه السلام بود. اگر امام حسین نبود، بنی امیه و دیگران که کمر به هدم اسلام بسته بودن موفق می شدن. وقتی که امام حسین به شهادت رسید، امام سجاد فرمودن ما تو کل عالم اسلام 3 نفر شیعه نداریم، 20 نفر دوست نداریم، اما طولی نکشید که این قیام کار خودشو کرد و الان امروز انقدر عاشقان آقا سید الشهدا سلام الله علیه تو جهان هستن. نه فقط شیعه، چون امام حسین اختصاص به شیعه نداره. امام حسین رو دیگران هم از وجودش بهره بردن. خب گاندی مسلمان نیست، هندوست، ولی وقتی بهش گفتن که چقدر عظمت خلق کردی، چه کار مهمی انجام دادی، شبه جزیره هند رو نجات دادی از شر استعمار انگلستان، و من کار مهمی انجام ندادم، درسی که از مکتب حسین ابن علی فرا گرفته بودم رو اجرا کردم. این اربعین که چند 10 میلیون نفر به عشق امام حسین علیه السلام با اون شرایط عجیب و غریب پیاده راه میفتن، همشون شیعه نیستن، اقشار دیگری هم هستن. امروز یه چنین جایگاهی آقا سید الشهدا سلام الله علیه پیدا کرد. به هر حال باید تبریک گفت و باید خوش بود و خوشحال بود که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به امام حسین علیه السلام و فرزندانش و پدرش. الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. بازم تبریک میگیم، جای تبریک هزاران تبریک داره. خیلی ممنون. من میخواستم بپرسم در واقع فلسفه این خاص بودن امام حسین رو که اولا شما موافق هستین که خاصن و بی‌نظیرن و دردانه هستن و یکی دونه هستن، بعد توضیحات رو کامل فرمودین به نظرم، و اینکه حالا درست همه اهل بیت، همه ائمه کلهم نورون واحد، اما انگشت اشاره همه ائمه و اهل بیت خود پیامبرم باز به سمت امام حسین ویژه، اینی که زیارتشون رو نمیدونم یه قدم در مسیر زیارتشون برداره، یه بعضی بال مگس اشک بریزی گناهات پاک میشه، و نمیدونم 40 با این همه عرض و طولش فقط برای امام حسین هست، نمیدونم دعا زیر قبهشون و همه خاص بودنش. فرمودید به نظرم به این علته که در واقع اگر امام حسین نبود و قیامش نبود، اسلامی که نبی مکرم اسلام در روز مبعث که همین گذشته بود
شکل گرفته بود خب نورش خاموش شد میشد دیگه. حتما. و البته دلایل دیگه هم هست، یعنی توضیح دیگری هم داری. حالا دلایل دیگر هم خوبه پس بشنویم. من یاد اون یه جمله دارن، فکر میکنم این جمله مربوط به مرحوم کاشف الغطا باشه. برای اولین بار ایشون به نظرم فرمودن که اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاست. بله. اگه اشتباه نکنم. حالا این فرمایشات شما هم همین معنا رو برداشت می‌کنه. اگر توضیح کامل‌تری داریم بفهمیم که واقعا علت این خاص بودنه. من یاد یه چیز دیگه هم افتادم، اونم خیلی عجیبه. شما مثلا شب عید قدیر، شب عید قربان، شب عید فطر، نمیدونم همین نیمه شعبانی که در پیشه، می‌بینی افضل اعمال زیارت امام حسینه. یکی از اعمالش زیارت امام. یکی از اعمالش و بهترین اعمالش. میشینی فکر می‌کنی میگه خب این چه ربطی داره؟ خیلی ارتباطی شاید متوجه نشی به ظاهر. چرا اینجوریه؟ شب‌های قدر. شب‌های قدر راست میگین افضل اعمالش. بفرمایید. عرض کنم که مرحوم علامه حلی که خب معروفه و از اون علمای ذووجوهه، خب هم در علوم عقلی هم در علوم نقلی، فقه و یکی از بهترین کتاب‌هایی که ما در کلام داریم کتاب کشف المراد یا شرح تجرید که ایشون شرح کرده. کتاب غایة المرام مال خود ایشون هست. باب هادی عشر و کتاب اعتقادی مال علامه حلی. اون طرف فقیه هم بود. زمانی داشت میرفت کربلا با خودش فکر میکرد همین فرمایشات شما رو که چرا باید یه زیارت امام حسین انقدر ارزش داشته باشه، این همه عظمت، این همه. آره واقعا. و چرا باید مثلا فرمایید که یه قطره اشک برای امام حسین، این همه زیارت در امام حسین معادل 1000 حج، 1000 عمره. خب حج به عمره با اون همه زحمتش به اون در مسیر برخورد کرد به یه آقایی، همسفر شد. اون آقا شروع کرد باش صحبت کردن، یه تمثیلی براش آورد، گفت یه سلطانی بود در سفر شکار گم شد، از شکار تعقیب کرد، از سپاهش گم شد، تو بیابان برخورد کرد به خیمه پیرزن، رفت اونجا گفت من از یارانم دور شدم، گرسنه هستم، تشنه هستم. و خانم گفت که تنها دارایی ما اون بزی است که اونجا بسته هست، برو شیرشو بدوش به عنوان نوشیدنی بنوش، ذبحش کن تا برای شما غذا درست کنم. خب این کارو کرد و استراحت کرد. سپاهیانش اومدن پیداش کردن، بردنش تو قصر، اونجا جلسه تشکیل داد. گفت ما به ازای کار این خانم چیکار کنیم؟ مکافات این خدمتش رو چی بدیم؟ بعضی گفتن خب یه گوسفند داده، شما 2 تا گوسفند بهش بده. یک گفت 100 تا گوسفند بده. یک گفت 1000. هر چی میگفتن میگفت نه. گفتن خب خود شما بگو. گفت اگر من هر چی دارم از ثروت و سلطنت و هر چی دارم به این خانم بدم تازه میشه مساوی. چون اون هر چی که داشت برای ما داد. منم که سلطان هستم هر چی دارم به او بدم تازه چی میشیم؟ تازه مساوی میشیم. بعد به علامه حلی گفت که امام حسین هر چی داشت برای خدا داد. نمیتونیم خدا هم هر چی داره برای امام حسین بده. چون دارای خدا که حد نداره. اما هر چی بده زیاد نداده. پس چرا تعجب میکنید از این اختصاصات خصائص امام حسین علیه السلام؟ بعد شروع کرد با علامه حلی بحث فقهی مطرح کردن. بهش گفت فلان فتوای شما اشتباهه. علامه گفت نه خیر، روایت داریم در اون باره. گفت نه، فلان حدیث در جلد دوم تهذیب بوده و صفحه فلان سطر فلان شما این روایت ندیدی که اگر میدیدی اون فتوا رو نمیدادی. علامه تعجب کرد این کیه که اینجوری باش بحث میکنه؟ فتوا رو اشتباه دادی. چرا؟ چون فلان روایت رو در فلان صفحه ندیدی. همزمان چوبش از دستش افتاد، اون آقا چوب گرفت داد به دست علامه. گفت که میشه در این حالات، در این شرایط انسان امام زمانش رو زیارت کنه؟ گفت که چطور نمیتونه زیارت کنه که الان دستش دست امام زمانشه. علامه قش کرد افتاد. وقتی به هوش اومد دید که آقا رفته. پس اگر هر چی خدا برای امام حسین بده خیلی تعجب نکنید. این کارهایی که میبینید اینا به خاطر اونی که امام حسین روز آخر که شد، وقتی علی اصغر که شهید شد، دیگه دامش تکون داد. خدا دیگه تمام شد. آره دیگه هیچ چیزی دیگه حتی کوچکترین طفلم رو هم در راه خدا داره. این به نظرم یه قاعده توش در میاد دیگه. یعنی اینکه شما در راه خدا هر چی هی بیشتر در واقع بدی، عطا کنی، خالص‌تر هر چی باشه، خالص‌تر هر چی باشه و با نیت خالص و درست و در راه خدا و جهاد در راه خدا، همینقدر رتبه و مقام و مرتبت پیدا می‌کنی که حالا اون چیزی که معنایی که ما از شهادت تصور داریم خب به نوعی همین هستش که در واقع همه سرمایه‌هاش رو در راه خدا عطا می‌کنه که به ایشان هم میگن سید الشهدا. ان شاءالله خدا توفیق بده در مسیری که ایشان
ترسیم کردن قدم برداریم. میخوام درباره اون مسیری هم که ایشان برای ما ترسیم کردن باز از شما یاد بگیریم. بعد از فاصله که میگیریم و برمیگردیم. خیلی خیلی مبارکتون باشه. شب عشق و روح و جون و همه کس و کارمونه. شب تولد امام حسین جانه. مبارکتون باشه. بفرمایید. یه بار دیگه به همه شما با همه وجودم تبریک عرض میکنم شب ولادت امام حسین جان رو. به نظرم خیلی ویژه‌تر و تخصصی و همچین اختصاصی باید تبریک گفت بیشتر به کسانی که تا امشب گره کور به کارشون بوده، گرفتار بودن، مشکلات زیادی داشتن، بیماری داشتن، غم و درد و رنج داشتن. اینا رو همه رو ببوسید بذارید کنار. کشتی نجات، مصباح هدایت، قدم به چشممون گذاشتن، خاک رو به قدوم پاکشون زینت دادن و دیگه اینایی که گفتم قبل از این دیگه از این به بعد معنا نداره. 2 بیت هم تقدیم کنم. گفت از روی حسین تا نقاب افکندند، در عالم عشق انقلاب افکندند. تبریک به طوفان زدگان غم و درد، کشتی نجات را به آب افکندند. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله که من و شما هم از سرنشینان این کشتی باشیم و به ساحل امن و آرامش برسیم در سایه هدایت حضرت مصباح الهدی و سفینه النجات امام حسین علیه السلام. استاد محمدی شاهرودی عزیز، به نظرم اون چیزی که باعث شده اینقدر ما الان از امام حسین بگیم و بشنویم و صفا کنیم و اهل بیت و پیامبر همه انگشت اشارهشون به سمت امام حسین باشن، نقطه عطف زندگی امام حسین واقعه عاشوراست و قیام امام حسین علیه السلام. علت ماندگاری این قیام که الان بعد از 1400 سال توی اربعین امام حسین این کولاک میشه توی دنیا، مثلا حدود 20 میلیون توی جاده نجف کربلا مهیا میشن و شما فرمودید ایندرا گاندی و نمیدونم جنبش هایی که در دنیا صورت میگیره ازشون الهام میگیرن و اینها. علت ماندگاری قیام امام حسین اینو برای ما اگه ممکنه تبیین بفرمایید این 7-8 دقیقه که با بله، از کنم که همونطور که شما می‌فرمایید خب در طول تاریخ قیام‌ها و انقلاب‌ها و جنگ‌ها و اینها کم نبوده. یه سال بعد از واقعه کربلا واقعه حره رخ داد. بله بله. خیلی خونین‌تر، خیلی جنایت‌بارتر. همین سپاهیان یزید بودن، اونم شهر پیامبر. حالا اینجا تو بیابون بود، اونجا که شهر پیامبر، مسجد پیامبر، جنایاتی کردن که تاریخ شرمش بیاد بگه، اما اثری نذاشت. هیچکس برای سالگرد نمیگیره. اینا که میرن مکه برمیگردن ازشون بپرسید شما شهدای حره هم زیارت کردید؟ میگن شهدای حره کجا بودن؟ کی بوده؟ حره چیه؟ قبلش یه سال بعدش باز همین سپاهیان یزید حمله کردن به شهر مکه، خانه کعبه رو به منجنیق بستن، به توپ بستن به اصطلاح و با آتش کشیدن. ولی خب عده زیاد خون را افتاد تو مسجد الحرام. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، این همه خونها ریخته شد. هیچ کدام چطور شد این قیام انقدر اثرگذار و انقدر مانا، پایا، پویا و بی‌نظیر از این حیث؟ اگر بخواد حقی مطلب ادا بشه قوامی باید یه دهه باید من دعوت کنید بیام اونجا برم منبر برم یک دهه که بشه. من فهرست بعضی از محورها رو عرض می‌کنم. یکی شخصیت خود آقا سید الشهدا است. شخصیت امام حسین با عبدالله ابن حنظله قصیص الملائکه که واقعه حره رو انداخت، یا با سلیمان بن سرد خزاعی که واقعه توابین رو انداخت، یا عبدالله زبیری که خانه کعبه، اصلا اینا قابل قیاس نیست. ببین 1 به 100 1 به 1000 هر چی بیم اشتباه کردیم، اصلا قابل قیاس نیست. خود شخصیت آقا سید الشهدا یک و عمل کرده امام حسین بهترین زمانها رو انتخاب کرد، بهترین مکانها رو انتخاب کرد، بهترین یاران انتخاب کرد. حتی از دکوراسیون کربلا هم امام حسین غفلت نکرد. چطور؟ این که کربلا رو با رنگ خون، رنگ قرمز ماندگارترین رنگ دیگه. امام حسین خون به صورتش میماله، میگه اینجوری خدا رو ملاقات کنم بهتره. خون علی اصغر به هوا میپاشه. مثلا اون رنگامیزی و اون همه اینها حساب شده بود. پس هم خود شخصیت آقا سید الشهدا، هم عملکرد آقا سید الشهدا. دو، از خود آدم ابوالبشر گرفته، حالا فرشتگان و خدا رو ما کنار گذاشتیم، همه پیامبران تا پیامبر اعظم رسول خدا امیرالمومنین امام حسن نقش بسیار حساسی داشت. امام حسن اگر سوال نمی‌کرد کربلایی نبود.
و این عظمت و این حماس آفرین ها نبودن. تا میاد بقیه ائمه علیهم السلام، امام سجاد 35 سال، تو روایت 40 سال، قریب 40 سال از هیچ فرصتی برای بیان واقعی کربلا و زنده نگه داشتن کربلا فروگذار نکرد تا خود امام زمان که میفهمد صبح و شب گریه میکنم و به جای اشک خون گریه میکنم. اینم یک مطلب بعدی، مردم همت کردن. دلهای مردم دست خداست، ولی در طول تاریخ مردم خیلی همت کردن. برای امام حسین دست داده ولی رفته زیارت. بهش گفتن خب زیارت با دستت قطع بشه. گفته باشه، این دست من میرم زیارت. پول دادن، خرج کردن و از خود گذشتگی کردن تا همین الان. همتی که مردم نسبت به اینجا بکن، مجالسی که برگزار میکنن، کتاب‌هایی که می‌نویسن، شعرهایی که میگن، خلاصه نقش مردم هم بسیار مهمه که این باقی رو نگه داره. مطلب بعدی که شاید مطلب مهمی باشه، اهل بیت علیهم السلام، یعنی زینب سلام الله علیها، امام سجاد، اینها نذاشتن که اون سیاست اموی اجرا بشه. سیاست این بود که امام حسین علیه السلام در یک بر بیابان به شهادت برسه، تو بیابان‌های عراق. اونجا هم مثلا فرض کن که باد و طوفان میاد، اون خاک‌ها رو میپوشونه از بین میره، کسی هم که چیزی ندیده، تمام شد. زینب و اهل بیت کلا اسرا کربلا، از کربلا بردن کوفه رو کربلا کردن. کوفه شهر مهمی بود. رفتن شام رو هم دگرگون کردن، شام رو هم کربلا کردن. اومدن مدینه و کربلا نذاشتن که در کربلا بماند، منتقل کردن به تاریخ. اکثر نقل هایی که ما داریم حدیثه از امام باقر، از شاهد بودن ها. من دیدم که مثلا جدم امام حسین چه کار کرد، امام سجاد، زینب که تالیتل به معصوم بود و بقیه اهل بیت. اینم نقش اهل بیت هم همینطوره، اسرا بسیار حساس بود. اما نظرم که از اون علل و عواملی که کمتر شاید بهش توجه میشه، حماقت های دشمن بود. تو انقلاب ما همین دشمنان خیلی حماقت کردن، با همه طول و عرضشون، با همه امکاناتشون، با همه توطئه های عجیب و غریب که بعضی از اینها میتونست چند تا کشور رو ساقط کنه. خب با این قدرت، با این انرژی، ولی حماقت هاشون باعث میشد که کارشون پیش نره. بنی امیه و یزیدیان هم خیلی حماقت کردن. اگر یه ذره عقل داشتن، بعد از شهادت امام حسین، بعد از اینکه اولا تو کربلا اون کارا رو نمی‌کردن، کودک رو نمی‌کشتن، بر بدن شهدا اسب نمی‌تاختن، آب رو قطع نمی‌کردن، چیزی از این قبیل. بعد هم اگه یه ذره عقل داشتن، اهل بیت رو تحت الحفظ می‌آوردن مدینه و بعد هم اعلان عزای عمومی می‌کردن، عده از مخالفین سیاسی خودشون رو اعدام می‌کردن، گفتن اینها فرزند پیغمبر خدا رو به شهادت رسوندن، ما هم اعدامشون کردیم. آره. ولی این قافله مجهز سخنور بی‌نظیر رو وقتی زینب در کوفه سخنرانی میکرد، راوی قسم میخوره، میگه اگر نبود که میدیدم یک خانم داره سخنرانی میکنه، میگفتم علی بن ابی طالب زنده شده، دوباره اومده داره خطبه میخونه کوفه. عجیب. این انسانهای شجاع، سخنور و توانا، اینها رو از این شهر به اون شهر، از این منطقه به اون منطقه راه انداختن. خودشون هم قبلا مجالس آماده میکنن، مردم جمع بشن که زینب میخواد سخنرانی کنه. تو مجلس یزید همه شخصیت ها، همه سفرا، همه رو جمع کردن. اون وقت اونجا مجال میدن که حضرت زینب بیاد پتشون ریز رو آب، یبنت طلقا. یا تو مجلس اموی، تو مجلس مسجد جامع شام اجازه میده امام سجاد بره رو منبر. معلومه امام سجاد بره رو منبر چیکار میکنه؟ قوقا میکنه. پس اینم یه وجهیه که راست میگین، تا حالا بهش فکر نکرده بودیم. بله، این حماقت های دشمن هم خیلی این باعث ماندگاری. خیلی ممنونم استاد محمد شارودی عزیز. حیف وقت کم، همونجوری که فرمودید بعد دهه‌ها میشد راجع به این موضوع فقط صحبت کرد. به قدر تشنگی فقط ما سعی کردیم نمی از یم رو دریافت بکنیم از طرف شما. اجرتون با امام حسین علیه السلام. اوامر نداریم. زنده باشید، محتاجیم به دعاتون. خیلی مبارکتون باشه. روز پاسدار رو هم به همه پاسداران تبریک میگم که دفاع میکنن از مرزهای میهن اسلامیمون، ارزش‌های اسلامیمون. خدا حفظشون بکنه، سرشون مستدام باشه. شهدای عزیزمون درجاتشون عالی ان شاء الله متعالی باشه. به برکت امشب و فردا یه جمله به خدای حسین عرض میکنم و ضمن تبریک مجدد با همه شما خداحافظی میکنم. عرض میکنم که ای خدای حسین، ائمه معصوم همگی ابواب رحمت و کشتی نجاتند.
ولی ما را از بازترین باب و سریعترین کشتی نجات محروم مساز. به حق امشب و فردا و حق امام حسین علیه السلام اللهم آمین. یا حق. خداحافظ.